قبلتر گفته بودم که یک سورپرایزی امسال برای عسل داریم که امروز میخوام بهتون نشون بدم. حتما ادامه استوریا رو ببینید. بریم نشونتون بدم، تعریف نکنم، بریم اونجا زنبورستان کامل براتون توضیح میدم. خیلی جذابه. در ارتباط با عسل امسال سورپرایزتون بکنیم و انجامش دادیم، ولی خب متاسفانه برای عرضه و فروش اصلا نرسید. یعنی قبل از این که بخواد این عسل آماده بشه کار فروشش تموم شد، ولی نشونتون میدیم که انشالله حالا سال بعد با تعداد بیشتر، با میزان بیشتر بتونیم در خدمتتون باشیم. ولی خب دیدنش هم خالی از لطف نیست. با ما همراه باشید. بله، عسل خودبافت شیشه‌ای با این شرایط. تمام این زحماتی که الان دارید میبینید، این موما، این کار هیچ دستگاه و هیچ تکنولوژی نیستش. این موم خودبافت کار خود زنبوره. اگر دقت بکنید دوستان بیارن ببینید چجوری شهد رو دارن تزریق میکنن داخل سلول ها. نگاه بکنید. اونهایی که دوست دارن از عسل رو با موم مصرف بکنن و موم طبیعی مد نظرشونه، این عسل فوق العاده است. تعدادی که امسال تونستیم انجام بدیم حدود 1000 تا بود و این 1000 تا قبل از اینکه اصلا ما بخوایم عرضه کنیم، اونهایی که میدونستن فعالیت ما به چه شکلیه، خب همه رو خریدن. انشالله برای سال آینده با تعداد بیشتر در خدمت شما هستیم. سوال براتون پیش اومده، تخلیه این زنبورا چجوری اتفاق میفته؟ چجوری این زنبورا از داخل این شیشه میخوان بیرون بیان؟ یا با زنبور ارائه میشه یا نه؟ قطعا بدون زنبوره. مثل همون زنبور تکانیه دیگه، فیلمشو گذاشته بودم. حالا نگاه بکنید. عسلو میدم دست آقا رضا که زنبورشو خالی بکنن. اینم زنبور تکانی از عسل شیشه‌ای. حالا چند تایی هم که این گوشا میمونن، بله. اینا رو هم وقتی تو سایه قرار میدیم خودشون در میان و برمیگردن به کندوی مادری. همین، فقط می‌خواستیم بدونم که چجوری این زنبورها به این شکل از توی شیشه ها در میان. خیلی هم عالی.